واجهین سرداری عزیزان، خواستکار این کلیپ هم هنوز ضبط کنم به سرداران و ریش سفیدان چه سردار حمید گرمشاد زئی گبته، سردار خوبیار یا رحمت زئی شهنوازی، چه حاجی محمد اسماعیل زئی، سردار شیر محمد قنبر زئی، چه سردار ولی محمد کردن، سردار حاجی خدابخش زردکوهی، سردار براهویان شاهوزهیان، نارویان رخشانیان، کبدانی هاشم زئی شیحکی بامری شهرکی، رئیسی برهان زئی جدگال هوت ملا زئی و بازند. ولی من پیامی به شما درستی عزیزان هستیم. زیگین روچا یک بار دیگه پد سپاه پاسداران ثابت کو که شما خیر نلوٹی، به شما اعتمادی نیست، به شما اعتمادی نیست. سپاه پاسداران رسما زیگین روچا به شما اعلام کرد که به شما اعتمادی نیست. آی رو در رو چه اعتماد ما شما درستان آدمای عاقل و فهمیده این اعتماد زبانی برای نه، اعتماد در کرد و عملت ها ثابت بی. آی به زبان یاد کشید که شما می نزدیکی مردمت، ما شما رو سلاح دهیم، ما شما رو فلان کنیم، درسته، اما آیا عمل هم همیشه را گوشید به شما ثابت کند که آیا هم به شما اعتماد داره؟ اگر واقعا به شما اعتماد داره پچی هنو تعیینش کرده که هر طایفه هر پایگاهی دسته رزمی که هستین که به شما دیگ بوده در منطقه تاشومی که قبلا شما آینی فرمانده بوده و وقت هم جانشین رو برای تعیین کرده شده، بعد کی آین مسئوله؟ آن قبلا فقط ناظر داشته بر سر این دسته های رزمی. هنو دو دانه کادرش خود سپاه پاسدارانش که نیروی خاص وطنش همانش یارتگن، یکی به عنوان فرمانده یکی به عنوان جانشینش تعیین کرده و شمارش عملا دور داده پشته. این که سال شما خدماتش استفاده کرده، نیروی اجتماع شما جذب کرده یارتگن ته مجموعه ها هنو که کار جور بوده، تمام چیز برابره، یه نیرو هم منطقه و شما هم عملا نتوانید کار تحویل بدهید، هرچند که اعتراض بکنید دوباره یک به یک محصول یا تهدید کنند و گوشم شما رو سرکوب کنید، یه رنگ کنید فران کنید. اما ایشی توهترین بی احترامیه که به شما بوده، توهترین بی اعتمادی که دارم به شما نشانه دهند. ما شروع اول ما اثبات کرده که ما شما خیرخواه، ما بلوچ خیرخواه، ما ملت خیرخواه، ما زندگی وقت فدا کرده در این مسیر راه تا به دنبال ترور ما، به دنبال جنگ ما، به دنبال کشک ما، به دنبال نیروان جنگ ما، به بنده هم، به پلانا، ولی ما وشتاتگی به خاطر کی؟ به خاطر حق هستیم، به خاطر پوچی که مش میگورایم، به خاطر زبانی که ما خبر کنیم، به خاطر مذهبی که مش، به خاطر هویتی که مش هستیم، به خاطر تمام چیزانی که سرزمین تا داره شما دستا پچی گیرن، به خاطر آن وستاتگی داره فعالیت کنیم، داره جهد کنیم برای هوشیاری و بیداری مردم، داره کار کنیم، مردمان به سمت حق دعوت ده. این کلمات قلم به سلمبهی که آنو گوشند امنیت و غیره و غیره، این امنیت همایه از بین برده، می مردمش فقیر کرده، می امنیتش از بین برده، می تمام چیزانش هم آگبته کن. ایشی که 4 نفر دارند یه پول ماهیانه دهند، یا شی که آنها گوشند تو برو فلان کاروان مواد مخدر بجن، یا فلان همکاری بکن، فلان پول ما بره، شی خدمتی بر ما نه، شی خدمت شخصی بر ما فردیم. 10 میلیون جمعیت لوتن بلوچستان نابود بکنن تیم. وقتی همه سرداری هم که و ریش سفیدی هم که برای کسی منتبیت در منطقه تا آنی همشه دست روته. تمام پروژان و تا اول یارند خیلی نرم برخورد کنند، یواشاش مردمان جذب کنند، بعد شایا و تی واقعیت تینت باطنی نشانه ده. هنو یحتا شمارش گوشته که برد اعضای صحابه ودی بکنه، هر که در مورد آزادی خبر کن ودی بکنه، هر کس که در نظام بحث بلوچستان کنته آیا نشان بکنید بگیرید بجنید، یا نظام زندانی بکنید، یا آیا معرفی بکنید، یا آیا نظام بگیرید، شما طرفا شما را همه پستی هم که داتگیش دارن درکنند.
به ریش ما داره هندند، ما را داره مسخره کنه. یعنی می ضعیف بوک شما ضعیف بوکین. آیا چه طرفش شما لطفا استفاده بکنن، شما نیروانی که شما دستیاران لطفا استفاده بکنن که ما را بجنن، که شما هم یکی اهرم فشاری هم که برای ملت بلوچ باقی مانده آیا هم نداشته به، یعنی شما بلوچ استفاده کنه علیه ما بلوچا، بعد بلوچ جندی که آیا استفادهش کرده دوباره آیا هم درد پشت بخاطر با اعتماد نداره. هر کسی که تو پنج مکشی بلوچ مکشی با اعتماد نکن، هر کسی که خیانت مکه 100% گویا همراه مبی با اعتماد نکنه، هر کسی که جنایت بکنه با اعتماد کنه، هر کسی که آن نیروی خاص ببی و پست مدیریتی تنین دیننتی ما شما یه برای زانیم. من یه پیام داره ضبط کنم برای شما عزیزان و هر کسی که از اعضای طایفه این چیزا گندی کلیپ خواهش کنم آیه برای سردار دین بدید که من سردار محترم بیاد آیه بگندی بوانیتی ریش سفیدم که از قومتها هستین آیه بگندی بزانتی که ما کیم. بله من حبیب الله سربازی بلوچ، ام خاطر ملت، به خاطر راجع، به خاطر قوم چوتی زندگی گوستگی در فعالیت کنه، جهد کنه. بلوچ حقا بود راجع حقا فادی هتگی ما چی گوشه موشه مردمان ما کشت می بلوچان شان برگبار مبندید، ما را مجنید، ما را سوس مکنید، این زمینانش مردمان پچ مگیرید که هر روز به نام فلان و فلان در این زمینانی که این مردمان بود تکن تمام شد دستان پچ گیرید. میارید مردم ادا بلوچ سرکار بکنید. اگه شما واقعا گوشه پچی رایش چه در مردم یارید تا نندینید بلوچ در تضعیف کنید. میخبر چی هم؟ بلوچ عزت باریان، بلوچ کرامت باریان، بلوچ نام باریان، بلوچ وحشنامی باریان، سربلندی باریان بلوچ. غیر از چی؟ آیانه که دنبال می جنگند بندگند به جنینان تجاوز کنند بلا نسبت به لوگان تحکم کنند، مردمان جنگ کشند، طرف جنگ کشند سلاح بردی دهند کشند که تروریستی بوده بدون هیچ جرمی، بدون هیچ گناهی و هنویت شما هم به بدترین شکل ممکن دارند تغییر کنند. ما شما دوستین عزیزان، نه آیان که شما ریاضت گوشند که شان بار گزارش شان بار ما بده شان بجن سرکوب بکنن که چی ببی که باند شما را هم سرکوب بکنند. وقتی ما در میدان تحقیق فعالیت کنگاییم آیان شما را هم حیثیت برای شما قائل نبند. منی درخواست چه شما درستان، چه جوانان گفته، چه سرداران گفته، چه واجهان گفته، چه ریش سفیدان گفته، چه علما گفته، شین که مردمان هوشیار بکنید که گما همکاری بکنن، گما هور ببن، در این مسیر مبارزه تا قرار بگیرند. چون به خدا قسم، به الله قسم، ماه مبارک رمضان ما یه برکنگان در این ماه پاک تا که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خداوند متعال سرنوشت هیچ ملتی عوض نکن. سنت الهی تا زمانی که ما وقت مبارزه میکنیم، تلاش میکنیم، شه انتخابات هیچی به ما نرسته، شه اصلاح طلبی چیزی به ما نرسید، از طریق قانونی پیگیری کنه به هیچ جا نرسیم، به دادگاه مراجعه کنه، به پلیس مراجعه کنه، به کسی که قانونی ضد ما را داری کشیده با این مراجعه کنه، نتیجه ندن. مروچ دادن به باندا مجلس نتیجه ندن، پوشی دادن پرم پوشی دادن تا مسائل گاربن. صرف ایشی که یک نماینده در مجلس تا خبر بکنیم مشکلات حل نبن. ما باید قدرت داشته باشیم، ما باید توان داشته باشیم که شوتی حقا دفاع بکنیم، شوتی حقا بگیریم، هرچی بگیریم شان دستا قیام بکنیم، با هند بکنیم، مقابله بکنیم به هر شیوهی که می دستا بریتیم. ایشی روش درسته برای که ما حقا برسیم. و آیان لوتشی از بین ببرن، آیان لوتش شما را استفاده بکنه تا ما را از بین ببرن. نه تنهاشی که شما می گزارش و آمار با هم بدهید، نه تنهاشی که ما را از بین مبرید، بلکه شما بیایید دست در دست هم باشون بلوچین، یک زبان، یک رای، یک توپاکین، یک پوچین، گو هم دیگه هوار ببین، هور ببین، چون یک مشت ببین، یک دست ببین، متحد ببین، توپاک ببین علیه آیان. روش های مخفیانه هستن تو ظاهر خیلی و تا رو هم درست پیش بده. آقا من در خدمت شما هستم، ولی پشت در خدمت بلوچستان بود و روابط و تعلقات گما برقرار بکنید. هر ساپورتی حمایت شما بلوتید ما با تمام جان و وجود و تلاش کنیم که ای فراهم بکنیم. برای چی؟ بخاطر که ما شما تمام از همدیگه ساپورت بکنیم، حمایت بکنیم. هر کسی هر امکاناتی تجهیزاتی هستن در این راه تا بلی، بخاطر که بلوچستان یک بار دیگه بر همیشه سربلند ببید.
ایشی منی درخواست چه شما و منی خواهش چه شما این که به بلوچیت بچاره به همه راجی با عزتین و با شعنی هویتی مسائلی که مشم سرزمین راجی تا هستن که هر بلوچی آدگی بلوچ پشتین نه آیی خیانت کنوک در کنار هم قرار بگیریم و آیان ضعیف بکنیم، آیان شکست بدیم، آیان بپروشه. اگر شما گزارشی زاند که باعث تضعیف آیان بیتیم با پخش کنگی به ما اطلاع بدید، ما بجوری ای پخش کنیم که شما با مشکل مکپید تا بسیجی تا هسته تا با مشکل مکپید. ما زانه روشیم شماره ها مشخصن تا از طریق اینستاگرام من تولید شماره در بگیجه عادی اعضا ما ادمینا مشخصن شما تولید گما ارتباط برقرار کن اراده ای لوتی شما خواست ما لوتیم شما از طرف ما ضربه نگیندید از طرف آیان داره ضربه گنده. ما به خاطر الله به خاطر ایراج به خاطر همه حرمتی که ما مبارک رمضان هستیم در کنار ملت باید قرار بگیره، در کنار ملت باید قرار بگیره، در کنار راج باید قرار بگیره. به والله ضعف ما ضعف شما، ضعف هر یکی از ما و شما ضعف آدگی بلوچ و تنها کسی که چه از ضعف استفاده کنه گجره. ایشی منی پیامی به شما، منی خواهش که به تمامی عزیزان برسید پیام و تی مجالس خصوصی ها در این موضوع خبر بکنه. شما اگر گوشیش رو کنترل شما دیگه گوشیتون تهیه بکنه. شما اگر وقتی نتونید شما برازه تتونید به مسیر تا موظف بکنه گوهرزه تتونید موظف بکنه. بله راه هستی خواست لوتی تنی کسی دلتا خواست بیه کار بی خواست مبی هیچ چیز نبید. سلامت.